هرچی که گفتم کتمه بخی دعوا کرد میگه سلما نمیمانه و که شما میایین چرا سلما را قدر اذیت میکنین که تو میکنین از زیرا سلما میره مواز نمیکنه. میگه دروازه دالیز واکو اینی دروازه رو واکو که ما او رفته آمده نمیتونه مینویسه نزدیک است که ما بیایم خبر تا بگیرم نزدیک است که برو بابا تو که در خانه میمونه. اینا دادام انداخته کمی را گپت برات بیارم. چی میگه خواه؟ حالا یه از مام کده ضعیفه لالا خوب تکل است. اقا تعریفای تا کردم برش. کی بود؟ آرزو چی شد؟ با قرآن امت که نمیکردم ما این دختر چی میکنن خورد سر زیاده گیره اینجا رواز کن که حق برمان برسه. نام خدا زندگی سعی دارن خوب فهمت که بچان و خدا هم تعریف میازیدم قد تعریف میکرد من ندیده بودم خوش مرا آورد به خدا شکر که آمد یمیش بخیر بیاسم خانه ما در یک دلواز کل شهر معلوم میشه. دایی هوای خونه مادرم رفت پشت سودا. فردینم امروز رفته گا. نشان رفت که سودا بیاره. خوب شد دیگه امروز بره حداقل همو سودا رو خوب بیاره حداقل همو رفتن پشت سودا رو خوب بلد میشه دیگه کار خونه میکنه. میره سودا رو میاره کدش. ای دروازه رو تو نخواست کردی از ایران. چرا؟ مادرم هرچی که گفت دیگه همی رواز نمیکردی یعنی از اینجا ما عادت کرده بودیم. آل مریم جان خوامی دروازه رو به خاطر باز کردم که یک نفر یک میمان می خانم از اونجا بیا قلات خیز بزنه. نه خب حالا اونجا ما خیر لالاجمل میگفتم اونجا نه خب نمیشد حالا اینجا رواز کردم که تو بارامی یک نفر میرم میایم خواستم اینجا از اونجا خب نمیتونن دیدی که روزای اول ما اومدم ما شما خب بلد شدیم این حالا اگه یک میمان بخواد اونجا مفتن دیگه خب ما روز اول دیدی که ما افتیدم از اونجا لول خوردم بخیر. نه من میگم مادر قارش نه سلما قارش نه اینجا رواز کردی تو خود دیگه اگه دیگه گپ خود چوب خدا بگیریم خود دیگه واق میگه که برو دیگه هر چی که ما گفتیم دیگه ما زور شدیم سر از یا خب خیر این قدر ما اینجا عادت کرده بودیم تا بالا یک مادرم برش سختی میکرد و ما عادت کرد. نه خب باز یک میمان میایه یک کس نخونی ما میایه خب از اونجا خود نمیتونه خیز بزنه دیگه از امیر آواز باشه که حداقل از امیر بیایه میمان خو یک روز میایه میره اون خو حالا یک روز هم که بیایه امیال یک روز ما تو خواب باشیم صبح که چشمای ما خواب پرگ از اونجا بخیزیم لول بخوریم. اینا میفهمی که دروازه باز کردن اون چی؟ طرف کی است؟ چی شده؟ چی گپ است؟ این چی کار است؟ آلی چرا دروازه رو قفل میکنی؟ داخل شلل زود نه چرا دروازه را قفل کنی؟ پس کو مریم چرا قفل نکنم؟ نه تو چه کاره که دروازه را قفل کنی؟ داخل برو داخل برو باران باش دست تا پیش روید بگی دیگه تلو کردن نیست فهمیدی؟ باز چی گپ است؟ تو چه کاره ما یک دروازه را قفل میکنی؟
چی گفته دروازه رو باز کردی؟ نه تو چه کار هستی؟ تو کی هستی که میای دروازه ما رو قفل میکنی؟ این دروازه از خانه ماست. من چند سال پیشتر از بند کردم. چرا باز کردی؟ خوب میکنم مربوط تو نمیشه. تو چی کاره که در خانه مربوط تصمیم من بگیری؟ نمیشه. خانه از مادر مربوط من نمیشه. تو چی کاره که در خانه تصمیم بگیری؟ چرا ما اولاد خانه بودیم، ما اولاد خانه بودیم. خب چرا دروازه رو باز کردی؟ اصلا من خراب خب نکنم. کدام مربوط نمیشه. تو را چی؟ مربوط تو نمیشه. چرا این دروازه بند بود؟ یک دروازه رو برتون دادیم بس نکرد. اولش خود تو هیچ کاره نیستی که گپ بزنی، دومش هم که فرزندی هیچ وقت گپ زدن نمیکنه. من فرزندیستم. تو خودم دمو گپ خود ماندی که من فرزندیستم. فرزند خوب. من خوار کلان دستم. عقل من زیاد از دی خونه. خانه از مادر بس دروازه رو من دقیقاً صرف میکنم. یک دقیقه زیاد است. کل ما اولاد مادر هستیم. چی گفتم ایمان که دروازه رو باز کنه؟ نه امیم چی گفتم من؟ امین تو بیا بیاقل هستی. تو بیا بیاقل هستی. خودم امیم چی گفته ایمان که دروازه رو باز کنه؟ ای خودش باز کرده. ما گفتم نکو از اینجا ما راحت تا بالا میشه. تو کی نمی‌دونی میزنی؟ من خور کلانت. تو هیچ کارا نیستی. من هیچ کارا نیستم. تو کل کارا نیستی. تو درو دیخانه همش اشتی کل کارا شدی. هیچ کارا نیستی. ما هیچ کارا. ما هیچ هستی. هاش تو کدی ای خوارک مخناق نمیگم. تو فکر که ملافوک هستم. نمیتونی از کجا طاقتت نمیاری. دو شو میکنی باز بانه کردن میایی تو سر تو برای خدا و قرآن که یک تکه گفتی اگه تو شای است. نه بیا تو که ما از اینجا نشانت بتم بیا. خود جان سایکو میفهمی شوقی جا بشینی سایل کنی دیگه الله چراغان یک قسم چراغان ات لذت میبری که روحت قدر تازه میشه. به خدا یک سال که جا باشی دختر 14 ساله میشیه. ما بیبی که رفتیم دو چقوری دخانی از دختر دو چقوری دخانی از دختر برو آسمان معلوم نمیشه. یعنی آسمان آپارتمان که تمام شهر کوه به خدا ای زندگی رو تکردی به خدا خوارک دو دقیقه که زحمت میکشی بالا میشی دیگه قرار میفهمی این خانه لالایم بود. باز لالایم سر داماد نیست لالای تو گوش قصرم این خانه لالایم بود. لالایم با سر چیز داماد خود سودا کرد. سر دامادم ولیکن تال پیسیش نداده. خدا پیسه داد بخشش نیست. خیلی پیسیش نداده. خدا کنه ما میگم این خانهش چه خب مایدسی سمینجا لالای ما مستک اون دو بالا زندگی میکنه. خویچ سو لالای تا لالایم دو بالا از بالا. من دیگه آساستا زندگی داره. اوردی به خدا خیر ببینی خدا جان جون گمش کو روز لذت میبریم. شاله جنب آمدن نفیسه پرسان میکنه که چطور است که چطور نیست. خوب است دیگه چی غیبت کنم. هم تو غیبت رو میدارم بخی بعد میه چی ضروری اگه آدم بشینه که غیبت یکی را کنه. نردگکشان ساده هستن گپ میزنم قسم میکنم. اینه پاک شد جمع شد. ای خدا جان صدقی بیا نه بیا بعد بیا خدا خوشیشان کرد. مادر چطور رفتی؟ چطور مرا تنها مانده؟ ملکه الحمدلله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. دعا کو بچه‌م خدا ببخشیشان در گریه نمیشه. دیگه خداوند غریق رحمت کنه. خداوند ببخشیشان بچه. ماما هیچ چندان آدم نیست. آسونت هستم خراب نکن. بس کن. دروازه رو بند میکنم دیگه حق نداری که دروازه رو باز کنی. هیچ حق اجازه رو نداری که دروازه رو بند. آسونت هستم خراب نکن. گفتم من دروازه رو بند میکنم. نه ایمانو هرگز نه ایمانو دروازه رو بند کنی. چون خانه از مادرم است.
هر چیز که دل ما خواست میکنیم. دل ما خواست امروز نیست ما میکشیم از خانه از مادرم است. از مادر مادرم تو است. تنها نیست. خب اولش کدوم مادر؟ مادر تو تنها نیست. دومش خواهی که مادر از ما است. اگر مادر نمیگرفتی نامش بعد نمیکردی. مادری را بفهمون. مادر ما قلف میکنم دروازه را قلف آوردیم ما قلف میکنم. سر به خطور چرا واس کردی؟ خوب کردم دیگه. چرا کردی؟ برچی چرا خوب کردی؟ خانه پدر بود. این دخترم اوگار کردی. شوی تاس. خانه پدرم است. تو چی کار هستی؟ کدام پدر؟ اگر پدر مادر که پدرم میرفتی نامش را آل پدرم نیست میگه کدام پدر بر خودت مادر نیست چون به خاطر که فرزندیستی. خب این مادر است. فرزندی کل دنیا میفهمه کل قوم و خیش برش مولود هستن. تو چه خبر شدی؟ اولش خو این گپ دمیان آوردی. این خانه عقل خود ما است. فهمیدی؟ مادر عقل است ما فرزندش من اینجا خودم میخوایم بازی. بد کردی. بد کردی. عقل چی ده؟ عقل است. بزن یک دو تا بزن در فرقش کسلا شوه. آرزو تو یک گوشه صبر کن. اوگار کده خانه دیگه چی میخوایی؟ خیر بان چی باشین؟ او دختر صبر کن. آرزو صبر کن دقیقه گپ نزن تو یک دقیقه صبر کن. آسونا دیگه بر بگویم دروازه رو ما قلف میکنیم دیگه حق نداری. یک دقیقه آرزو نداری. دیگه حق نداری پای دستی دروازه رو بگویم. خودش که ما بازش میکنم. چرا مادر چه خیر است؟ مریم صبر کن. این مریم تو بالا شده خب برای یک گپ دیگه میگم. امی ما بفهمون که گوشه امی تو چرا ما طرف شو. کل کار همین میکنه. من میفهمم. ای شلیتا شرم کو آیا که خجالت تو شرم نداری. چرا مادر جون چی کردی؟ اول گوش کو هیچ خوار من نیست فرزندی کل قوم و خش میفهمه که فرزندی است. ما چرا فرزندی باشه مادر جون که تو فرزندی قوانین نمیمونه. صحیح شد. مقابلت مادر کم احترامش داشته باش. کیار سایکو. این فرزند نیست. ای جو خود نکن تا چه وقت فکر میکنی مادر جون اینجا عقل بس ما عقل خود میگه. برو مادر جون. مادر بیا هر چی که شود. هر چی که شود. مادر روزا رو بسته میکنم واسه دل جمع باشه. برو من میام. برو من میایم برو. دروازه رو من قلف میکنم دیگه حق نداری دروازه رو قلفش تو قلفش کن من بشکنم. برو یه طرف برو. بیا تو دروازه رو برو مادر جون بیا صدقه چی. الابته شال مادر دست مادر است. آسونات مادر الاکو دروازه مادر دست او بیخی کار کسی ما باشه این قلفو طرف برو نمیکنم آسونات نمیکنی قلف بیادب مادرم دادم روی دستاده است برو دیگه دروازه رو نکنی او در مادر ما قلف میکنم نمیمانم که بیخی کودم بکشم ما قلفم میرم مشکنم خود سعی سال بزنش مادر تو خور است فرد تو بیا آسونات مادر مسیر کدی الابته حالا بان که علاقای ممکن خیر باز در خوبی بریم میشه در خوبی آسونات دروازه رو واسه اینجا دست ما زد گمش کده قصدی چه کاره باشه کلی خورده پتا نه آلو چه کاره باشه خود دست سر شویده میگم مادر اساسنات خیر سلما رو خیر مانش مادر ایلا بکش اون اوگارش کردی بود بیا بیرم که دروازه رو باز کنم خود دست مادر بیا مجبور برو جوانا مرد کنم دیگه باز کنه نمیتونم مادر برو دل جمع باشه بیا چرا دروی خورد میخیزه دروی ما میخیزه مادر من که دقیقش نیستم چیزش هستی خب میفهمم تو بیادب شده گوشه زیرا پر کرده همین آله امید من که میگم میتونه گپ باز نمیفهمی مادر آلو جادو شده زیر تاثیر گپ همیم رفته حالا شما چرا قسم جمع تو میکنی چرا پیشتی خواهیشه میکنی برای چه قدر طرف داری زیاد پیشتی زمون شدم اصلا چرا دیروزا مادر دلم بر از او میسوزه و شما میسوزه نه سوزه اون ما گپ بزن دل برزو میسوزه حال تو ندی که دروازه رو زد دوست دختر دروازه وگار کرد ای ناسناده هم خدا جگر خون کردی هم مادر هم سلما اما دروازه هم بسته می بود بهتر بودم آله مریم جان تو میره فکر کو او قدر بیچشم بیروی شده که پیش روی مادر مرا هر چیز بگه باز ما آرام بشینم خو خیره که گفت خو از تو کده کلان است خور کلان دسته بلا ام ده پس کرد خوار کلان بودنش باز مادر دستای کو جگر خون کردی دستش هم اوگار کردی دست ما اوگار نشد در نظرم یکی صبح ملازم کاش خانی ما باشه که مرا میگی خانی تو لذت میبری خانی ما خانی است خب این پیلقه چقدر پیازم خانه خودت تستک بشینیم از سه شب بیا این من میگم بیا گمش کو نخانی از زبور نخانی از زبور بیا نمیجا قرار بشی ساعت تیر شه خاتمه نه بیخی که نمیم باز مامد بشینم یک بیسرو گرد ما میباشیم باز میرم با خدای تو جای است کی دخلانه نه تا مختشه تا خوشت بیا یک ایران تو ساک توی همین فرد شور خوردنی بر بازار دیگه سعی که دیگه که شای دنیا که از دای بازار عزیزم میفهم یا نه
تو نیست که تا خانه دختر تو برو نمیبینی او خور آسمان از همی خانه هوا خویچ آسمان نیست اینجا قریگک است باز از ملالایشان خوب است از او کادر در زندان باشه از او که در زندان باشی خوب است دیگه ما گفتی اگان تو نفشتت نخوشتت نه کلن نه چرا وقت نورده اینجا که میگیده نگان زد نه دیگه که قرار که تو شیشتم که قرار که تو قصه کردم خودم خیر ببینه سر از ما تو کجا رسید خیر پس لالای من میرم که باز یک روز ببریم ما را کباب خوردن همه تا 3 میریم هیچ کس نمیدیم تو بسی میریم لالا چه کس آمد لالایم خرچه بده مصرفه بده مصرف کجا کنم بخنک بیرم بخی بریم بچیم بخی باز دیگه بان کنه بیشتر پدر بیشتر برو بچیم برو تو رفته تو مرا ماندین تنها خواهرای گلم بریم بچیم برو بیا بچیم بیا دعا کن مینا زشتای ما شما دعا کن بچه بخشم دعا کن جان پدر که خدا کل را گیره همین مرده کل اسلام ببخشه از ما شما را کتیش بیا بچه بیا دیگه جگر کنی نکن خداوند ببخشه مرد کسی به خدا قدم جیب تو خگه در پا بده باشه بخی بینی من بریدی دفعه یارا گفتیم جیبای من دست نزنین سیر پدم جیب مانده بودم اونم را گفتم موتی اینال کرای را میگردیم چه که فلیپلس رفتم فلیپلس آمدم پیسی منو گرفتن از کجا ماندن از کردم خب تو که اوگار شد خو خیر او قف مادر دق داره حالا خو قلف کردن چی میتونن اینا من میرم پس قلف میده میکنم نه دیگه بانم اونجا قلف باشه خوب است از اینجا ما عادت کردیم این کار سلماگه کرده این کار ما سرش پس دوباره باز میکنم کنی دیگه نکنی دیگه ایج حوصله می جنجال جنگ نیست دیگه بانم تو باشم اونجا بسته باشه اینم از اینجا میریم میایم آرام ایسته این کار جگر خون کنی این چی کاره بیای که دروازه رو بسته کنه حالا خوب با کدام حق خب میگه که حق داره اینم قسالا ما که این حق داره ما اینجا هیچ هستیم خب از اون طرف ما کار نداریم که بریم ما واز میکنم سرش که بیخی هر چی که بیخی که 100 دانه قلفم بند کنه ما میده میکنم دلش باز حالا چی فایده اینم از اینجا میریم میایم مادر مام خیر عادت میکنه عادت کردیم ما گنه اینم قدرا او قدر او بیشرم است او بیچشم شده که حال پیش مادر مرا هر چیز میگه خب خیر دیدی گپاشه تو خب من خیمت چوب بشینم دیگه هر چی که گفت دیگه بالایشون بشونم خب چوب نشیشتی دیدم که چوب نشیشتی از این بودم تو چوب طبیعی حالا که بستم کرده بان بسته باشم هیچ چوب من نمیگیرم در مقابل آدم ها هیچ چوب نگیر آدم خوب است خب بازو خور دست بیگانه خو نیسته خاک دست سرش کت خور بودنش بیا گمش کو دفعه ما هم آسونات علایده گفتیم مریم علایده گفتیم حالا دلی دسکال خود من پیسه بده دسکال خود من پیسه کشم از کجا برداشت گمش که مکه زیر دختر بخی دقیقا خدا چی جور شدیم مکتب پیاده چی جور مرسک روز حال مرسکو با تو نمی تو خو مرد زخیستی چلی پا باید جیبت میدی میگم در این جیب مونده بودم که نکشیدن تانا تلفن من موندن هم تلفن تو میفر خوب اکلم خواب کشیدن کم زنگم زده نتونی حالا باشه برات اینجا چه لغت میکنیم که دیوانه شین کتان بیا گلوش مونده از دل پسش مرسی میشما سلام مادر سلام مامان جان وعلیکم بچه 24 سال در این دالیز گپ میزنن گپاشون در چی صدا داریم بچم چی قول مقول چی رو بیارم گلم میخواد چی رو بیارم از عزیز کلم پیسر کشیدین یک روپا نبود در جیب ازی واسه میشه خبود از جیب ازی پیسر نیست ما دو نفر نگفتیم ما خراب پیاده جیب تو دست بزنم در جیب ازی دست بزنم غیر از یادت رفته کشیدی همونجا اما جان من مقصد چیز را از بکست نکشیدیم نه گلم تو چرا تو رنگه که زرد زرد چون جگر خون نصیب ما در حالا قدر گفتم تو میکنم مادر بس تو اگر خودش نه چم تو اگر چند دفعه دست مادر ما چقدر لوده است دیگه پیشش نمیکنی خبرت کردم دختر اگه این دفعه مادر دیگه واز سرزد مادر قسم جنگرگری میکنه سگ احترام تو را تا نکرد مادر از ما از تو که قارم زیاد است زت ما از تو که زیاد است
میفهمم ما تو خیلی بزرگ یک ذره احترام به مادرم خود میداشت. حالا که احترام میداشت مگریخ خاله خیلی عزت مادر خب باز هم زبان داره هم کار کرده. بیا یک چند دقیقه مادر جان گمش کن دیگه مرد دیگه بار بیا مادر دستش نشو. دختر اصلا خراب میکنه ما که سر از بیشتر میگیرش دم روی با اسقاط میشه بیبی سلما جان پشتی تو را میکنم خوارم است هم خوارم است این مادرم است دلم طاقت نمیکنه تو ما را میفهمونی دلم طاقت نمیکنه تو جگر خون باشی یا او جگر خون باشه لطفا ما جگر خون میباشیم که تو اونم تو کارا کنه. گپ نانوی خدا میگیره گپ خوشی خدا میگیره میان تو خلق مرم تنگ میکنه خلق خوشش کجا بود؟ هیچ نیست. پیاده بردیم همون قایق داره. باید پایم نمون بچه بیا بریم خانه بریم. خلاص از کمر بیز فیصله بریم نیز بعد بتر شدم پیاده بیا اول خود سعی میکنیم دیسکاول در جیبش نیست که من اگر موترک بشنم بیایم دیسکاونت سعی میکنیم باز میره میگم دست نزن دیگه. خب یک 10 دفعه بگویم تو. بریم. بسم الله خدایا توبه. ما دست شما دخترام اصلا چیه بود حالا چی قصه داری میگه؟ هم پیسرم برم ندادم از پای فرد شدم میخی. حالا خوب پیسر اون روز که اینجا ماندی باز گرفتی؟ هلو دختره که خدا شبی تو دختر تو کی مرا میمونی که خوش باشم یک روز کی تو به خوشی میتی غیر جیگر خون غیر تو بسر داد خودم که بعد از کم میموندی من میفهمم که تلی سبیل مونده من خراب اینجا بود باش سعی کن ماس یا گرفتی اینجا بود باش لاسیونی اینجا ماندی را ما ماندی بیا خودت مونده بودی بود مثلا نگفتم ایشا گفتم تو خواهم پیسه دست کالم بانی که مکالیم خراب گنگ هستم عملیستم حالا خوب چی بگوی بچه کت شما گم مشکل عملیستم حالا خدای وقتا خود نمیزنی که یاد فراموشی پیدا بود خرمی عمل تکیلو کنی بیخی دیوانه میشی فکرت روشت بیخی یکی میره خست بشت خلاص میشی تا که پس عمل تا بزنی یا تا که 3-4 سال از سر تیر شوه با خدا 10 سال از سر من تیر شوه که یادم بره عمل من گمشکو مام بیوتام بیوست کجا کنی گمشکو پیسه دار است چقدر بی عقل هستی یک قلالایم پیسه داره قلالایم پیسه داره خجیرانی داره خیران بانی نه سرت پیسه رای نمیزنه نمیگه که تو خوارم است ایشی که باید بتام نمیگه خوراکش چیست در چای صبح قیماق وطنی و مسیر وطنی است شاوش خب بلاناخه اینمی چیز است کوفته چلاو است همی قابلی پلاو است سبزی چلاو است باز جانمرگی خودش پخته میکنه تا مزدار خودش پخته میکنه؟ نه داره اگر کسی بگیره خوراک زن که کنه ای و خدا زن از در شکم مادر آرام میکنه پیدا میکنی چی کار داری ما و تو پیدا میکنی برش دیدم بیکار هستی بی در بگیری میگه چراغ در خانه بسوزم ماجتا صبر است تو؟ نه متا که گفتم متا داری کسی؟ دوست خود بخوریده ای والا من نمیفهم این اگه تو کدام نفر شناسم از این قومت از این خیشت همت پیسه دار باشه و دیگه باشه که به من بگی من میگیرمش تو نمیگیری باد بخوریده شرم نیست نه چی شرم است بس پیریشوی کنم نه بیو فیلم های خارجی ها را ندیدی؟ که زن پیر که بچه 14 ساله نکاح میکنه آرسی میکنه نه خوارک ده چی ای بستک یک محرم بگو پیدا میکنم راست میگی دیگه چی کنم خانه به خانه بگردم گای دخانی از پیش پای خور خانه دخترانه واسا دلشان شد به وقت نان میانن دلشان نشد دقیقیت نیست میگه بلایم که بلایم ده پس الو خوارک دیگه چی میگی تو؟ گفا میزنی گمشکو سلما آمده بود دروازه را قفل میکرد ایجا نه اونو دروازه دیگر را ما باز کرده بودم بیشک دروازه را قفل میکرد که مچم تو چی کار هستی که دروازه را باز کردی که تو کردی آمد یک جنگ کلان انداخت بس آفرین خلاص برات خوبش کردی واس که دروازه رو اونجا جای مرا پرت رفت اینا دالیز بوی اینا که آشپزی میکنه مریم درجه تیرم شو بیرم شو آشپزخانه میرم اونم میچره بی آفرین رفت حالا قلف انداخت من گفتم مریم من محکم میگیره خیر چق نزن گپ نزن کدش هیچی نکو گفتم هیچ خوبی نمیکنم برای من مربوط نمیشه ما پشت دست من دروازه رو قلف شد میدان نمیکنی بیا که من برات میدیش کنم اونم دالیز بگی اونم جای مرا ما میره مادر ما آورد سر ما آرزو رو ما آورد که تو چی کار میکنی چی کار نمیکنی کم بود با خدا باور که مر سر مادرم لط کنه تنها گیرت کرده بودن بگوین حالا بیانی
ما خود جوابایش دادم خب آرام نمیشینم. برو قلفش میده میکنی. میده میکنم بیزم. اونم اینجا میز آرایش تام بیچی عذیبات بگونم من جای آرایش بگو ندارم. من یک مریم بود پیشی ما کم گرفت. خب اگه نه خوب باز چالش هم میکردم خب صحیح. آفرین برات این کارا کردی بسیار کار خوب شد. اینم تو استاستا و اتاق دیگرم میگیریم. نمو تو پیش رفته برو من پشت دستم. در کدام جای گوش نگرفته باشه. بالا دا پس چی گوش بگیره. همین نبود اگه نمیبرم اطلاع رو نمیشناسی. در کجا بود که نبود؟ نمیفهم مادر حتما نبوده در خانه نبرم اگه میبود تو میمان رفتی چی میگفت؟ هیچ من خود در داخل نرفتم تنها مریم اسناد خوشت چی میگفتی اسناد چی گفتی؟ مادر من رفتم دروازه را قلف کردم قلف بندازم از چی قلف گرفتم دست ما عمود دفعه آور کرد یک دفعه دروازه سرم مکان باز کرد تو چی حق داری تو نوسک هستی تو چی حق داری دروازه سرم بسته رفتم خانه مادرم است خانه مادر خودم است خانه پدرم است خانه پدر کدام پدر؟ کدام پدر نامش تو بگو پدر تا نگاه کردی؟ مچم نام نشان پدر رو نگاه کردی تو در خانه حق داری؟ کاش یک نفر امیر بفهمانش مادر همین قسم گپا رو مشنه و سرزت میشه. او را چی میکنی تو؟ خوبه که نبودی اینجا تو یک جنگ و دعوا شد. کی که جنگ دعوا؟ دروازه تو را خوب گفتم که ای جمعی گپا رو نزن آسناتا. اون سلما آمد اینجا پس قلفشان قلف بند کرد گفت دیگه از این رو رفت آمد نکنین که آسنات هم قارش آمد اینجا یک جنگ و دعوا شد. کی جنگ کرد؟ سلما و آسنات باز مادرش آمدین ما آرزو اگه خلاص نمیکردیم یکی دیگه خود موی یکی دیگه خود کنده بودن. کاش که من میبودم الا کاش که من میبودم میموندی که میاش تار میکن در یه منداخ کاش که من میدم بابانه خلاص از این فرقش میجه مثل تکانش میکن دل خدای اخ میکردم کاش که من میبودم. سر صدا کردن ناردیشان الا تو روزا خمره بلا زده که نیستم کاش که میبودم یک دو مشکل که دلی فرقش میزدم که از فرق از سر دیوانیش میکردم. سلمان گفت که نیرمی مادر دیگه توش کده گفته یاد داده مجرا بابا چی خورشان است خورش حق نداره. سلام علیکم بابا جان. بخیر هستی خوبه؟ سر دیره رفت کردیم بابا جان. بسیار نارام بود دیگه. نمیشه آدم گفتم باز که کمی دلش نکنه ببینه همونجا رفتیم و دیره رو رفتیم چکر بازار رفتیم باز هم ترکایی گفتم خیلی بیا باشیم تو بریم همونجا سر دیرام بریم یک دفعه همونجا یک دعا کن باقشان خیلی ببینید دیدی باشیم چی دعا نمیگه خواهد چی مردمای خواهد کلش نصیب و تقدیرشان رو گفت دی گپ خواست بابا جان خود که خدا خواهد کتو مرگ با وقت بواده به قسم کاش که میدیدم شاید خودش میفهمه وقت بادش خدا دو تعیین کرده دمو وقت بادش تغییرات نمیایه دمو وقت بادا میبری خدا اختیار جان خود گال کارت شده بابا جان فقط صبر خداوند صبر بده دلت تنگ داره تخته کن بیا که بیا بریم بابا جان جان خودتان بود پیشو یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. حالا در یک اتاق نمیشه زندگی کنی در یک با خدا کلشان گپ سلما بلند در پسش خاک در سر سلما سعی که تو چندین اتاقا رو بند انداختن چه 3 4 تا دالیس چند تا اتاقای دیگر دو نفر سیاست 3 نفر سیاست ما هم خود دشمنشان نیستیم کدام بیگانه نیستیم که دروازه رو بسته میکنن. میگم والا خیلی داماد خیلی کدام روز از خواب دختر تام گرفتم خلاص شد آمدیم در خانه چیز شد حالا یک ذره خوبی یک ذره گردن نرم اینو بیا بچیم دالی صدقه سرت اتاق کار بری بیا اتاق صدقه سرتان سلما میمانا مادر ما کی گپا بگویا اوه والله گبانه ما یک دفعه اینم خوشوگاه که عملا کنم همین خوبی بگیرمش با سعی که دم جان تو خوشوگاه که ملام نمیتونی او سلما دو خانه باشه. سلما رو من قطعا رو درخ نکن من از خاطر تو چیز نمیگم شاید اگه سلما پیش من چیز نیست ما او روزم چیز نگفته میشه امروز خوب سعی جوابش دادم خواهم یک دفعه ملام کنم بخیر همین استاد با چربی و نرمی من بچه ده داماد ده بیاد غلامی قبول دارم ما رو چی کنه برو که پیسه را از جیب مم زده بودی پیسه رو کی جیب ما چه خبر اینه جیب ایج ما جیب تو را دست نزدیم فردین جان خود یا تو گرفتی یا مریم گرفت تو مد نکن
حالا خود سرزد شده شوه ما خب به خوبیش نگی حساب خراب نکن من تمی سر قار میشم اونجا که میرم غضب میباشه که میرم بزنم یعنی میدادم روی مدرک یعنی میدادم ما چند دفعه گفتم اکسلی ما کم باز نمیروش دیم خیلی نمی دست مکش کرد مون که بفهمه آسنات خورده دیگه تو مرا بزن لحظه جنگ نکنین آرام باشه گپا نخ نزن ما تو رو شروع بزنیم میموندی که ما آسنات رو میزدیم بودگاه سرزت میشه انسانی که به خوبی نفهمید خدا میدونه که میمونه چقدر چیزای دیگه یاد بته سرزت میشه یاد بته مادر جان اون قسم خوبی کنین در خوبی کنین تو بشن مزبدی خود یک طرف آسنات یک طرف تو خانه رو زیر پاش کن دروازه رو بابانو کرده قصیر زناق ما مولی واری سوس کنه توی قشودی کالمه رو مقل نشان تی خورد وقتی کم دروازه رو باز که بودم اونجا صبح میگرفت یک سلی ماکم دمی روش میزدی آیا که غرض نگی خوب کرد بعد کرد بان بالات خودش میگه خیلی غرض نگی نگرفتیم او غرض میگیره او کرده با شما دانم میمونه بعضی در قسم گپ یاد میده که شما را سبانی کنه چرا امو یاد بته امو تو هست یاد بته خور مو شما چرا تو میکنه ای دختر دیگه بس خوب میکنه که من نرم از این را میرم میگه که نگو فاله قدر خورش در خانه نبود من رایم بود الان خورش اقدار میخوانم میره در درواز میکنه از این را میرم میایه من چی کنم سر کل گپ سرم از گناه من میگیره او سوزه گناه من میگیره ما گفتم اینا میرسه گناه من میگیره اخ چی کنم حالا آسنات کارش کرد میکایش میکن تار میکرد که نیم سرش کن میبود نیم سرش مویدار میبود که دم شفا خانم رفتن نمیتونه از شرم توی وضعی که بگی نکو همینجا که بسته است بان بسته باشه چرا نکنم حقش است خوب میکنم خود چی کنیم امیرو که باز شوه چرا دین چی کنی یخش خمامی گرم از پایان مفته خودم تا بار چند نفر افتادیم این تو چون نرم خوبش که نبافتم نیوگار شام نی چیزه جنگ دوا همی همسایا جنگ دوا نیست همی همسایا چی خواد بود آخر یا بگلشان میکنم که برن کجی برخ بینن برن در این سر خیمه بزنن یا ایست که دیگه نمیجه نروار سر میسن فقط سر صندوق سینه ننش نبت ما رو کپچه میزنم بیچینم خبرداری نداری تو را که آدم یک گپ بزنه باز این تو گپا بزنی خوب میکنه اسناد خوب میکنه اسناد خوب میکنه اخ نبوده مقصودش یک اشاره میکنه ما اسناد دگار ایلاکو از فرق سر سلما رو بگی چرخکش بتینه متا این گپ خوبی توسته خوبه که نبودی خیلی تو بسیار من کت زخیر هستم زیاد کت زخیر هستم بخی بشو برگم که خدا بخی که پسر من ندادی حالا دی به من خیلی چی نکلی تو نمیاد نکلی خودی که تو رو تا اینجا دم نه برو پیسه در جیب ازم نبود خودم سر چه تو پر گوی پکای گوی حالا من پیسه رو میتخ من چی کنم باز برم دیگه خواله که برم بانک از گشنگی بمرین هیچ نمیرم بشینیم جا باشه امی در دلم درد خاطر از امی بچین دروازه برای سلما خورد گفتم بچه از امی احسانات ما ترسیدیم بچین و خدا از چشم از ترس به کار است خوی نواسا که از الان نفسه چی بگم همه قبی پروا همه قبی پرواست یعنی بخوبات کو تکبر هستن تکبرانه به حد تکبر با هستن دوج و دختر نواسه ملو با خدا چوچه زیاد خوش ماما خدا دختر بسیار خوش اخلاق معموله دیگه بیادر جان زنده باشه خوار حالا ما کدام گفتن در زمین انداختیم دخمانان بیار چی میگم بخه نمیخیزه از خال دیگه دو بخاطر زبانو بخاطر تو بانه خاک می سر میاد دویتان خدا دویتان بزنه که بیخی سر ما گنز کردین یک گیلاچای پیدا دی خانه نمیشه کدام بخوره ده بجی روش میدی مدد گرفته زنم سایه مانه بخیر جا اینجا سرای زنم سایه چی میکنه؟ تو کار نرفتی امروز؟ نه امروز زن نزده بود حالی که سرای است که زنم سایه چی میکنه زنم سایه ایجا؟ بعد لعنتی باز میخواست دوزی کنه از خانه ما یک دفعه دوزی کنین عیان نکردین آسنات آسنات